امروز قراره با هم شیرینی ملکوت رو درست کنیم. خیلی خوشمزه است و بافت خیلی لطیفی هم داره. روغن و پودر قند رو توی یه ظرف با هم کمی ترکیب میکنیم. 4-5 دقیقه با دور تند همزن میزنیم تا خامه‌ای و پوک بشه. بعد از اضافه کردن پودر هل و جوز هندی ترکیب سارد رو روی مواد منعلک میکنیم. اول کمی با لیسک مخلوط میکنیم. میتونیم در حد 20 ثانیه با همزن مواد رو بزنیم که از یک دست شدنش مطمئن باشیم. این خمیر رو کمی ورز میدیم و بعد از اون پودر گردو رو اضافه میکنیم. بهتره پودر گردویی استفاده کنید که به روغن نیفتاده باشه. اگه به شیرینی‌های سنتی علاقه دارید، پست قبلی رو که شیرینی قجری هست رو هم از دست ندید. این خمیر یه بافت شکننده‌ای داره. از این بافت شکننده شما باید چونه‌های 15 تا 20 گرمی بدون ترک در بیارید. بعد از اینکه مهر بزنید روی خمیر، ترک‌های ریزی دورش میفته که اصلا تو شناسنامه این شیرینیه. من شیرینی رو با زعفرون غلیظ تزیین کردم و فرستادم توی فرن. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. نوش جان.